والدین هلیکوپتری ناخواسته بچه‌های عصبی، پرتوقع و گریزان از درد و رنج تربیت میکنن. در صورتی که توی زندگی گریزی از درد و رنج نیست. همیشه زندگی بر وفق مراد پیش نمیره. بچه داره تلاش میکنه بند کفشش رو ببنده، نمیتونه، ناامید میشه، مامان سری میاد بند کفش رو براش میبنده. این کودک چی یاد میگیره؟ یاد میگیره که وقتی با یه مشکلی مواجه شدم لازمه یه نفری حتما بیاد و مشکل منو برطرف بکنه و خودم از پس این مشکل بر نمیام. بچه با خواهرش دعواش میشه، شروع میکنن سر هم دیگه داد زدن. بابا سری میاد، اسباب بازی رو از جفتشون میگیره، میگه این مال تو، اینم مال تو، برید به زندگیتون برسید. این بچه چی یاد میگیره؟ همیشه وقتی کار سخت میشه یه نفری باید بیاد ما رو نجات بده و مشکل ما رو برطرف بکنه. همه اینا به کودک ما آموزش این رو میده که وقتی در مواجهه با یک شرایط استرس‌زا قرار گرفتی، وقتی کار پیچیده شد، خود توانایی این که مسئله رو حل بکنی نداری و یه نفری باید بیاد و نجاتت بده. اگر ما این اجازه رو به بچه‌هامون ندیم که درد و رنج رو تحمل بکنن، غرق در مشکل بشن، اگه اجازه ندیم که ناراحت باشن، گریه بکنن، یه جاهای مشکلشون دیرتر برطرف بشه، اونا با زندگی واقعی مواجه نمیشن. اگه به کودکمون اجازه بدیم که با تلاش خودش مشکلش رو حل بکنه، یاد میگیره که زندگی واقعی همینه. کم کم اعتماد به نفسش میره بالا. کم کم تلاش میکنه یاد بگیره که ناراحتی ایرادی نداره، قصه خوردن ایرادی نداره، سختی کشیدن ایرادی نداره. و تو زندگی واقعی هم اینا وجود داره و همیشه زندگی اونجوری که دلم میخواد پیش نمیره. همه دوست دارن که کودک خوشحال و شاد داشته باشن، ولی خوشحالی واقعی زمانی اتفاق میفته که زندگی کردن واقعی رو به بچه‌هامون یاد بدیم.